اگه اضطراب اجتماعی داری، خیلی از روزهات پر از ترس و اضطراب میگذره. اما چیزی که خیلیان نمیدونن اینه که اضطراب اجتماعی فقط برای روز نیست، شبها هم فعاله. خوابهات این رو بهت نشون میدن. اگه از خوابهایی که در ادامه ویدیو میبینی زیاد تجربه میکنی، یعنی اضطراب اجتماعی جدیه. همیشه خواب میبینم چیزی داره تعقیبم میکنه. هر کاری میکنم نمیتونم فرار کنم. این خواب نشون میده مغز در حال بازسازی حس فرار از موقعیت‌های اجتماعی ناخوشاینده، مثل وقتی توی یک جمعی هستی که حال هوای اونجا اذیتت میکنه و دلت میخواد اونجا رو ترک کنی. مغز در خواب همین حس رو به شکل تعقیب شدن و فرار نمایش میده. خواب دیدم باید یک فیلم انتخاب کنم ولی هیچ کس من رو نمیخواست. آخرش هم تنها موندم. این خواب بازتاب حس واقعی طرد شدن و نداشتن جایگاه در جمع محسوب میشه. مغز این اضطراب رو در خواب با تنها موندن یا گم شدن در جمع‌های بزرگ بازسازی میکنه. خواب دیدم توی دانشگاه کاملا برهنه‌ام، همه به من نگاه میکردن. مغز اضطراب مورد قضاوت قرار گرفتن رو به شکل تصویری و اغراق‌آمیز نشون میده. این خواب معمولا با حس شرم شدید، نگرانی از دیده شدن و ترس از انتقاد همراهه. خواب دیدم امتحان داشتم اما چیزی نخونده بودم. این خواب یعنی مغز داره ترس از آماده نبودن جلوی دیگران یا قضاوت شدن رو بازسازی میکنه. درست مثل وقتی که در جمع احساس میکنی باید خودت رو نشون بدی اما اعتماد به نفس کافی نداری. همیشه خواب میبینم توی جمع شلوغ گیر افتادم و هرچی تلاش میکنم نمیتونم از اونجا فرار کنم. این خواب بازتاب مستقیم به اضطراب اجتماعی شدیده. مغز همون حس واقعی گیر افتادن در موقعیت‌های اجتماعی رو بازسازی میکنه. جایی که فرد احساس میکنه هیچ راه خروجی یا کنترلی نداره، این نوع خواب معمولاً با افزایش ضربان قلب، تعریق و حس سنگین فشار روانی همراهه. دیدن این خواب‌ها نشونه عجیب بودن تو نیست، بلکه راهیه که ذهن اضطراب اجتماعی رو در قالب تصویر و داستان بازسازی میکنه. شناختن اونها میتونه کمک کنه که خودت و اضطرابت رو بهتر درک کنی و اولین قدم هاتو برای کنترلش برداری. اینجا کانال تخصصی خواب بیکو دریم هست.